يا رسول الله وقدوتنا لن از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت شده است که گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند متعال می فرماید فرزند آدم وقتی که به زمانه دشنام می دهد مرا اذیت می کند و این در حال است که من زمانه هستم، یعنی همه کارها در دست و تحت فرمان و دستور من است. شب و روز را من به گردش در می آورم. بله برادری عزیزم، ما نباید زمانه را دشنام بدهیم، چون زمانه یک امانتی است که از جانب پروردگار برای ما داده شده است. زمانه یک نعمتی است که خداوند آن را بر ما عطا کرده است و چگونه استفاده بردن این زمانه در اختیار ماست. یعنی خداوند این امانت را بر ما گذاشت که ما چگونه استفاده میبریم آن را، یعنی با خوبی یا که با بدی، این در اختیار هر یکی ما و شماست. چون زمانه در اصل عیبی ندارد، آن عیبی که هست در این زمانه این ما انسان ها هستیم. این عیب ها با دست ما انسان ها شده هستند. چون این آفتاب که حاضر ما میبینیم در دوره پیامبر صلی الله علیه و سلم هم طلوع میکرد و این زمینی که ما در آن زندگی داریم، اصحاب و پیامبر در همین زمین زندگی کردند، ولکن فرق در آن است که ما با دستهای خود این زمانه را ویران کردیم. خداوندا گناهان ما را ببخش و اصلاح عمل در این زمانه بر ما نصیب بگردان. پس برادری عزیز، این نعمت را استفاده ببر و در این حیاتی که خداوند بر تو مقرر کرده است خوبی ها ایجاد بکن، با مردم خوبی بکن و در راه الله باش. اگر مشکلات در این حیات در این زمانه داشته باشی و بدان که قدرت خداوند از مشکلات ما و شما بزرگتر است. یعنی خداوند قدرت دارد که هر یک مشکلات ما و شما را به آسانی حل نماید. برای همین توکل به الله بکن و حرکت کن، ان شاء الله همه مشکلات ها آسان می گردند. خداوند می فرماید به درستی که بعد از مشکلی آسانی می آید و صبر کن چو صبر کلید همه مشکل است. الإسلام سجينا يا رسول الله، يا رسول الله.